برابر سلام، چه خبر؟ احوالتون؟ از اونجایی که توی این 1 ماه فعالیت من خاطرات ترسناک رو خیلی دوست داشتین، امروز باز اومدم با خاطرات ترسناک مسافرت های شما. ویدیو رو لایک کنید، بریم سراغ تماشای خاطرات ترسناک شما. من و پدرم توی ماشین داشتیم به خونمون برمیگشتیم. توی راه به یه مسیری خوردیم که خونه ای اونجا نبود و همه جا سکوت بود. شب بود و همه جا هم تاریک بود. یه دفعه انگاری یه چیزی به وسط خیابون پرت شد و ماشین ما هم از روش رد شد. سرعت ماشین کم شد و پدرم پیاده شد تا ببینه چی شده. لاستیک ماشین پنچر شده بود و ما هم لاستیک دیگه‌ای همراه نداشتیم. به اطراف نگاه کردم و گفتم پدر، الان چی کار کنیم توی این جای خلوت؟ پدرم بهم گفت تو توی ماشین بمون و درو هم قفل کن. من کلید رو با خودم میبرم ببینم کمک پیدا میکنم. گفتم بابا من هم باهات میام. بهم گفت توی این سرما بهتره توی ماشین بمونی، مراقب ماشین هم هستی. با دودلی حرفش رو قبول کردم و توی ماشین نشستم. پدرم سویچ رو زد و درها رو قفل کرد و رفت. با نگرانی به پدرم که هر لحظه دورتر می شد نگاه می کردم و یه حس ترس خیلی عمیقی رو احساس می کردم. 1/2 ساعت گذشت و هیچ خبری از پدرم نشد. خواستم بهش زنگ بزنم ولی اونجا گوشیم آنتن نمیداد. برای همین باز هم با نگرانی و دلشوره منتظر برگشتن پدرم شدم. 1 ساعت گذشت، 2 ساعت گذشت، 3 ساعت گذشت و من فقط گریه می کردم. سویچ هم نداشتم در رو باز کنم و آنتنی هم نداشتم به کسی زنگ بزنم. از ترس و دلشوره دستام می لرزیدن و فقط به جایی که پدرم رفته بود خیره شده بودم. اما هیچ خبری از پدرم نشد که نشد. ساعتها توی ماشین منتظر شدم تا که ساعت 5 و 6 اینا شد و کم کم داشت روز می شد. از دلشوره و نگرانی داشتم می مردم. به گوشیم نگاه کردم، دیدم یکم آنتن داره. سریع به مامانم پلیس زنگ زدم و براشون لوکیشن فرستادم. اونا اومدن، اطراف رو گشتن ولی هیچ وقت نتونستیم پدرم رو پیدا کنیم. من و دوستام امسال کنکور داشتیم و تصمیم گرفتیم برای اینکه حال و هوامون عوض بشه برای 2 روز به شمال سفر کنیم. راهی سفر شدیم و وقتی رسیدیم دیگه تقریبا شب شده بود. دخترها یکی یکی دوش گرفتن و شام خوردیم و یه فیلم ترسناک هم نگاه کردیم و بعد که خسته راه بودیم ساعت 12 هممون توی سالن کنار هم خوابیدیم. فکر کنم حدود 1 ساعتی گذشته بود که یه دفعه از توی حموم آشپزخونه صدای شیر آب که باز شده بود و داشت آب ازش میرفت اومد. هممون با خواب و آلودگی به هم نگاه کردیم و گفتیم چی شده؟ کی شیر آبها رو باز کرده؟ همشون گفتن نمیدونیم. بلند شدم و شیر آبها رو بستم و با خودمون گفتیم شاید یکیمون توی خواب راه رفته و ندونسته شیر آبها رو باز گذاشته. باز هم خوابیدیم. نمیدونم چقدر گذشت که با صدای راه رفتن‌های شدید توی راه پله طبقه 2 و صدای پچ‌پچ‌هایی از خواب بیدار شدم. به دوستام نگاه کردم و سریع اونا رو بیدار کردم. هممون ترسیدیم و با تعجب و وحشت به هم نگاه مینداختیم. دوستم داد زد کی هستی؟ و با وحشت منتظر جواب موندیم اما یهو همه صداها خاموش شد. گویی این پچ‌پچ‌ها راه رفتنا تخیلی بیش نبوده. داشتم از ترس میلرزیدم. دوستام هم حال بهتری نداشتن. یه دفعه صدای شکستن چیزی توی راه رو اومد. بلند شدیم و با عجله در سالن رو قفل کردیم و برق‌ها رو روشن کردیم. دوستم در حال گریه کردن بود و نمیخواستیم به خانواده هامون اون سر دنیا زنگ بزنیم و نصف شب اونا رو بترسونیم. همش داشتیم قرآن و آیه ها رو میخونیم و از ترس هم رو بغل کرده بودیم و خدا خدا میکردیم. دیگه به جز اون صداها
چیز دیگه اتفاق نیفتاد، ولی ما باز هم میترسیدیم بخوابیم و تا صبح با ترس بیدار موندیم. صبح که شد بدون توجه به مسافرتمون وسایل هامون رو برداشتیم و سوار ماشین شدیم. هیچ وقت اون شب رو یادم نمیره. ما واقعا اون شب ترسیدیم و نفهمیدیم اون اتفاقات چی بودن. صدای یه قاتل روانی یا روح‌ها، جن‌ها، نمیدونم، ولی دیگه هیچ وقت تنها جای دور نمی رفتیم. برابر خاطرات ترسناک امروز تقدیم به نگاه قشنگتون. بگید ببینم کدوم داستان ترسناکتر بود؟ 1 یا 2؟ توی کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید و بگید ببینم آیا تا الان همچین اتفاقایی واسه شما پیش اومده؟ اگه ویدیومو دوست داشتین و لذت بردین سابسکرایب کنید، لایک کنید. قربون شما، عشق منید. و تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.